آیا با واقعیت آریانا سعید در دبی زخمی شده است؟ تجارت عجیب و غیر قابل باور آریانا سعید در کشور دبی، افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی جنجالی آریانا سعید در دبی که هرگز باور نخواهید کرد. آریانا سعید در دبی توسط چه افراد حمایت می شود و تجارت شخصی آریانا سعید کاملا شوکه کننده. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت و از در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدن این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید، هنرمند محبوب، مطرح، چهره شناخته شده و یکی از هنرمندان نخبه در هنر موسیقی پاپ افغانستان بوده است. کارهای هنری آریانا سعید مورد حمایت گسترده افغانها قرار گرفته است و این هنرمند را تبدیل به هنرمند بین المللی افغانستان کرده است. آریانا سعید از جمله هنرمندان پاپخانه است که مدت 15 ساله می شود به طور رسمی به کارهای هنر موسیقیش پرداخته است. علاقمندان و دوستداران آریانا سعید از مرز میلیون ها نفر عبور کرده است. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان عاشقانه آهنگ می سراید و آهنگهایش مورد حمایت گسترده دوستداران و طرفدارانش قرار می گیرد. آریانا سعید در کشور دبی هم با مدلینگ آغاز کرده است و برندی از لباسهایش را افتتاح کرده است که بار دیگر موج انتقادات و حمایت ها را به همراه داشته است و درآمد آریانا سعید از طریق هنر موسیقیش و اکنون کاروبار جدیدش بوده است. این همه در حالی است که آریانا سعید تصاویرش به نشر می رسد که وی در کشور امریکا مورد سوء قصد قرار گرفته است، ولی تا کنون این خبر به گونه رسمی از طرف آریانا سعید و اسیب سعید تایید نشده است. ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. زندگی خوش و آرامی برای آریانا سعید با جمعی از هنرمندان افغان است. بارگاه عزت الله تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و همراهان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. برای حمایت بیشتر از کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر، بدرود.